سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این جلسه میخوایم به صورت تخصصی کارتای PLC سری 300 رو بررسی کنیم و جزئیاتش رو خدمتتون بگیم. اگر که به این مباحث علاقه دارین لطفاً تا آخر ویدیو با من همراه باشین. خب به جلسه 13 از آموزش PLC مقدماتی خیلی خوش اومدین. من امیر امیدی هستم و توی این کانال آموزشی اتوماسیون صنعتی زیمنس رو برای علاقمندان به این حوزه به صورت رایگان تدریس میکنم. توی جلسات گذشته بحث سخت افزار رو شروع کردیم و توی این جلسه نوبت به بررسی تخصصی کارتای سیگنال رسیده. اما توی جلسات گذشته من یه ویدیو ضبط کردم که در واقع توی اون ویدیو کارتای سیگنال رو به صورت مختصر معرفی کردیم و انواع اونها رو گفتیم. لینک اون ویدیو رو این بالا میذارم، اگر که اون ویدیو رو ندیدید حتما ببینید، چرا که اون ویدیو پیش نیاز این جلسه است و برای اینکه ما متوجه جزئیات و نکات این جلسه بشیم نیاز هست که در واقع اون ویدیو رو دیده باشیم و با کلیات کارتای سیگنال آشنا شده باشیم. توی اون جلسه یاد گرفتیم که در واقع کارتای سیگنال شامل 4 دسته میشن: کارتای دیجیتال اینپوت، دیجیتال اوتپوت، آنالوگ اینپوت و آنالوگ اوتپوت. خب کارتای آنالوگ که مربوط به بحث آنالوگ هست رو در جلسه جداگانه‌ای بررسی می‌کنیم و توی این جلسه به صورت تخصصی کارتای دیجیتال اینپوت و دیجیتال اوتپوت رو خدمتتون بررسی می‌کنیم. خب انواع کارتای دیجیتال سری 300 رو می‌خوایم معرفی کنیم. برای این کار من از کاتالوگ نرم افزار تیا پورتال که در واقع نرم افزار برنامه‌نویسی PLC های زیمنس هست استفاده کردم و در واقع عکسایی رو از کاتالوگ اینجا قرار دادم. توی سمت چپ خب کارتای دیجیتال اینپوت رو می‌بینیم که مشخص انواع مختلفی دارن و اوردر در واقع نامبرهای متفاوتی هم در واقع هر کدوم دارن. خب توی قسمت بالا کارتایی رو می‌بینیم که در واقع ولتاژ ورودیشون 24 ولت DC هست و اگر که بخوایم سیگنالی رو به سمت این کارت‌ها بفرستیم و دریافت بکنیم بایستی از نوع ولتاژ 24 ولت DC باشه. خب کارتای دیگه‌ای هم هستن، مثلا کارتی هست که با ولتاژ مثلا 125 ولت DC مثلا فعال میشه. خب مثلا اینجا کارت 24 ولت DC داریم که مثلا تعداد کانالاش بیشتره و حالا همینطور ادامه پیدا میکنه. مثلا این قسمت کارتایی هستن که ولتاژ ورودیشون هم میتونه در واقع AC باشه هم DC که مثلا با در واقع عبارت UC به مخفف یونیورسال کارنت شناخته میشه. و توی این قسمت مثلا کارتایی داریم که ولتاژ دریافتیشون از نوع ولتاژ AC هست. مثلا شما میتونید در واقع برق شرک که مثلا 230 ولت AC هست رو به صورت مستقیم به سمت این کارت ها بفرستین تا در واقع این کارت متوجه مثلا حالا اون سیگنال دریافتی بشه. خب کارتای دیگه ای داریم، مثلا کارتای EX هستن که برای استفاده توی محیطای در واقع که خطر انفجار دارن میشه ازشون استفاده کرد. کارتای نامور رو داریم که مثلا قابلیت‌های خاص دارن و میشه ازشون برای تشخیص قطعی کابل استفاده کرد. و کارتای مثلا فیل سیف که توی ویدیوهای قبلی به صورت کلی با سیستم‌های فیل سیف آشنا شدیم و در واقع کارتای فیل سیف هم توی این قسمت از کاتالوگ قرار دارن. خب این قسمت کارتای در واقع دیجیتال اوتپوت قرار گرفتن که می‌بینیم مثلا انواع مختلفی دارن، هم از نظر تعداد کانال هم از نظر ولتاژ و حالا در واقع هم از نظر میزان جریاندهی خروجی متفاوتن. خب این قسمت کارتای در واقع 24 ولت DC می‌بینیم که خب حالا مثلا از نظر آمپر و تعداد کانال خروجی متفاوت هستن. کارتایی هستن که ولتاژ خروجیشون به صورت مستقیم مثلا 230 ولت AC هست و به صورت مستقیم میشه به یک کنتاکتور یا یه مثلا رلی 230 ولت کانکشنش کرد و اون کارت میتونه مثلا کنتاکتور رو به صورت مستقیم در واقع راه اندازی بکنه، مشروط بر این که مثلا اون جریانی که کنتاکتور یا اون تجهیز مصرف میکنه از 2 آمپر بیشتر نباشه. خب تو این قسمت هم حالا مثلا همون کارتای 230 ولت AC هستن که ماکسیمم جریان که میتونیم از کارت بگیریم 1 آمپره و کارتایی هم هستن که در واقع خروجیشون از نوع رله هست و شما میتونید مثلا حالا توی این حالت بیاین مثلا یک ولتاژ 230 ولت رو به مثلا کام رله متصل بکنین و با جریان بیشتری بتونین از این کارت استفاده کنین. الان مثلا این کارت میتونه تا جریان مثلا 8 آمپر رو به سمت مصرف کننده بفرسته که خب مثلا از این کارت جریان دهیش بیشتره. و توی این قسمت آخر هم کارتای در واقع فیل سیف دیجیتال اوتپوت قرار گرفتن. خب در کنار کارتای دیجیتال اینپوت و دیجیتال اوتپوت یه سری کارتای ترکیبی هم هستن که برای مثلا پروژه‌های کوچیک مقرون به صفحه هستن. مثلا ما توی پروژه‌مون مثلا 4 تا سیگنال دیجیتال اوتپوت و مثلا 4 تا دیجیتال اوتپوت علاوه بر مثلا حالا اگر که سی پی یومون
ورودی خروجی داشته باشه، جدا بر اونها مثلا 4 تا دیجیتال اوتپوت و 4 تا مثلا دیجیتال اینپوت می‌خوایم استفاده کنیم. به جای که کارت‌های جداگونه‌ای مثلا تهیه بکنیم کنار سی پی یو نصب کنیم، میتونیم مثلا یک کارت ترکیبی در واقع خریداری بکنیم و ازش استفاده کنیم. خب توی این قسمت از کاتالوگ کارت‌های ترکیبی رو در واقع می‌بینیم که مثلا مورد اول یک کارتی هست که 8 تا دی آی داره، 8 تا مثلا سیگنال دی او بهمون میده و ولتاژ خروجی از 9 به 24 ولت دی سی و ماکسیموم جریانش هم نیم آمپر هست. این یکی از نظر تعداد کانال با اونها در واقع متفاوته. و کارت‌های آنالوگ اینپوت و آنالوگ اوتپوت هم که گفتیم توی ویدیوهای بعدی بررسی میشه و در نهایت هم کارت‌های در واقع ترکیبی آنالوگ هست. خب انواع سیگنال‌های دیجیتال، ببینید سیگنال‌های دیجیتال به دو دسته تقسیم بندی میشن، یکی نوع DC و دیگری هم نوع AC. حالا ببینید این اگه بخوام به صورت کلی معرفیشون بکنیم به چه صورتیان، زمانی که ما مثلا بین دو تا پایانه ولتاژ صفر داریم میگیم که اینا از نظر در واقع منطقی الان سیگنالمون صفر منطقیه و زمانی که ولتاژ به اون حد مثلا ایدئال خودش برسه، مثلا سیگنالمون مثلا 24 ولت دی سی یا مثلا 125 ولت دی سی باشه، میگیم که الان از نظر منطقی یک منطقی است. و حالا برای وضعیت AC هم به این صورت فرض کنید که ما مثلا پایانه فاز و نول رو داریم برقش رو مثلا اندازه‌گیری میکنیم توی حالت که ولتاژ صفره، خب ما از نظر منطقی صفر منطقی داریم و زمانی که ولتاژ برقراره و 230 ولت RMS مثلا با فرکانس 50 هرتز و حالا توی اون بازه نرمالش باشه، اگر که این ولتاژ مثلا برقرار باشه، ما میگیم از نظر منطقی الان در واقع سیگنالمون یک منطقی هست. و نباید مثلا ما اینجوری برداشت بکنیم که این مثلا برق شرط چون که مثلا مقدارش کم و زیاد میشه و شکل موجش به صورت سینوسی هست، این یک سیگنال مثلا آنالوگه. خیر، مثلا این الان یک سیگنال دیجیتال محسوب میشه. خب حالا سوالی که ممکنه برای شما پیش بیاد اینه که اگر که توی تابلو کنترلمون مثلا ولتاژ خروجی منبع تغذیه اگر که به جای 24 مثلا 24.5 بود یا 23 یا مثلا کمتر یا بیشتر بود، اون موقع این کارت‌های مثلا دیجیتال ورودی قابلیت اینو دارن که در واقع این ولتاژها رو تشخیص بدن، یا اینکه مثلا دقیق باید همون ولتاژ 24 ولت بهشون برسه. ببینید زمانی که دیتا شیت کارت‌ها رو بررسی می‌کنیم، یک رنج مجازی برای بازه صفر و بازه یک منطقی نوشته. الان برای مثلا این کارتی که اینجا دیتا شیتش رو آوردیم گفته که از -30 تا +5 ولت در واقع این تو بازه صفر منطقی قرار میگیره و اگه ولتاژمون بین 13 تا 30 ولت باشه میتونیم در واقع اینو به عنوان یک منطقی در نظر بگیریم. اما رفتار در واقع کارت به چه صورتیه؟ ببینید من دو تا در واقع ولتاژ 5 و 13 رو اینجا روی مثلا این نمودارمون مارک کردم که این دو تا قسمت هست. زمانی که ولتاژی که به کارت میرسه در حال افزایش باشه، اگر که از 13 ولت بیشتر باشه، در اون لحظه کارت سویچ میکنه و میگه ولتاژی که الان در واقع به سمت کارت اومده از نظر منطقی یک منطقی است. و توی مسیر برگشت حالا زمان که ولتاژ کم میشه، اگر که از 5 ولت کمتر بشه، اون موقع کارت در واقع این رو به عنوان یک سیگنال صفر منطقی میبینه. اما یک نکته ای که بر حسب تجربه خودم به دست آوردم، مثلا شما اگر که سیگنال مثلا 14 ولت رو به سمت حالا یک کارتی بفرستین، اتفاقی که میفته اینه که در واقع کارت این سیگنال در واقع یک منطقی رو تشخیص میده، اما اون در واقع LED که روی کارت هست و حالا که در ادامه ویدیو باش آشنا میشیم، اون LED روشن نمیشه. یعنی وقتی که به صورت دیداری مثلا ویژوالی شما اون کارت رو چک میکنید، مثلا چون که LED خاموشه اینطور برداشت میکنید که الان سیگنالی که داره مثلا از سمت فیلد میاد مقدارش صفره، اما چون مثلا ولتاژش از این مثلا عدد 13 ولت یه مقدار بیشتر بوده، کارت اینو در واقع به عنوان سیگنال یک منطقی داره به سمت CPU ارسال میکنه. خب این موضوع برای کارتایی که در واقع سیگنال AC دریافت میکنن هم صادقه و مثلا توی دیتا شیت یه دونه از کارتا که به صورت رندوم انتخاب کردیم گفته که اگر ولتاژ از 0 تا 40 ولت باشه به عنوان صفر تلقی میشه و اگر از 80 تا 264 ولت باشه به عنوان یک منطقی در نظر گرفته میشه. خب مثلا اینجا که الان ولتاژ صفر بوده، خب از نظر منطقی هم ما صفر منطقی داریم و زمانی که ولتاژ در واقع حالت سینوسی برقرار میشه و مقدارش 230 ولت در واقع RMS 50 هرتز بوده به عنوان یک منطقی تلقی شده و زمانی که در واقع دامنه ولتاژ کم شده و توی این بازه که مثلا حالا این من چند تا سیکل اسکن رو بیشتر برای نمونه نکشتم، حالا فرض کنید که این مثلا محور سبز رنگی کشتم، مثلا طولش فرض کنید 10 ثانیه بوده،
و زمانی که ولتاژمون از 40 ولت در واقع RMS هم کمتر شده، توی این حالت کارت در واقع سیگنال صفر منطقی رو گزارش میکنه و اگر که حالا مجددا میزان ولتاژ از 80 ولت مثلا بیشتر بشه، کارت سیگنال یک منطقی رو گزارش میکنه و بعد هم که ولتاژ صفر شده، در واقع از نظر منطقی صفر منطقی توی حافظه PII نوشته میشه. خب این انواع در واقع سیگنال های دیجیتال و انواع کارت ها بود. اما الان میخوام در رابطه با آدرس دهی کارت ها صحبت بکنیم و در واقع بگیم که در واقع اطلاعات کارت ها چجوری توی حافظه PII و برای کارت های خروجی چجوری اطلاعات از حافظه PIQ خونده میشه. خب در رابطه با حافظه PII و PIQ توی ویدیوهای قبلی صحبت کردیم و گفتیم که مثلا زمان که سیکل اسکن CPU شروع میشه، اطلاعات کارت‌های ورودی خونده میشه، توی حافظه PII ذخیره میشه و برای کارت‌های خروجی هم بعد از اینکه سیکل در واقع بعد از اینکه اجرای برنامه تموم میشه، اطلاعات از حافظه PIQ خونده میشه و به سمت کارت‌های خروجی ارسال میشه. خب در رابطه با آدرس‌دهی کارت‌های دیجیتال ورودی میخوایم صحبت بکنیم و برای این منظور از یه دونه کارت دیجیتال اینپوت 32 کاناله که هر کانالش ولتاژ 24 ولت DC رو دریافت میکنه استفاده کردیم. خب به صورت حالا اگر ویژوالی بخوایم یه بررسی بکنیم، گفتیم که این کارت 32 کاناله هست و در واقع هر 8 تا کانال اون یک در واقع گروهی رو تشکیل میدن. الان این کارت که 32 کاناله هست میشه در واقع 4 تا گروه در واقع 8 کاناله. گروه اول میبینیم که توی این قسمت شماره گذاری شدن، گروه دوم در واقع در این قسمته، گروه سوم اینجا و گروه چهارم هم در واقع در این قسمت. خب قبلا گفتیم که هر سیگنال دیجیتال ورودی که به سمت کارت‌های PLC میاد، برای اینکه اطلاعاتش ذخیره بشه نیاز به یک بیت حافظه داره. الان در واقع این کارت که 32 کاناله هست نیاز به 32 بیت حافظه داره و میدونیم که هر 8 تا بیت از حافظه معادل در واقع یک حافظه بایت هستن. پس ما برای اینکه اطلاعات این کارت رو توی حافظه PII ذخیره بکنیم نیاز به 4 بایت حافظه توی در واقع ناحیه PII داریم که من این حافظه ها رو مثلا از شماره های 0 تا نهایتا شماره 3 استفاده کردم که به رنگ آبی رنگ هم مشخصه، یعنی کل اطلاعات این کارت در واقع توی مثلا این 4 تا بایت از حافظه PII ذخیره میشه. خب حالا در رابطه با ترتیب در واقع این آدرس بندی ها اینا بایستی صحبت بکنیم. ببینید گروه اول که در واقع 8 تا کانال هستن و از شماره 0 تا 7 شماره گذاری شدن توی اولین بایت در واقع قرار میگیرن. اوکی. گروه دوم توی بایت بعدی، گروه سوم که این قسمت باشن میان بایت بعدی و گروه چهارم هم توی بایت آخر قرار میگیرن. خب این در واقع ترتیب قرارگیری کانال ها توی حافظه PII هست. خب حالا میخوایم در رابطه با در واقع جزئیات آدرس‌دهی به صورت دقیق‌تر صحبت بکنیم. ببینیم متوجه شدیم که این گروه اول توی بایت شماره 0 اطلاعاتش ذخیره میشه. حالا این در واقع کانالی که شماره 0 هست توی بیت شماره 0 قرار میگیره. کانال شماره 1 توی بیت شماره 1 قرار میگیره. اوکی؟ و در نهایت همینجوری ادامه پیدا میکنه تا کانال هفتم اطلاعاتش توی بیت هفتم ذخیره میشه. خب در رابطه با آدرس دهی بیتی توی نواحی PII و PIQ قبلا صحبت کردیم. اگر که اون ویدیو رو ندیدید لینکش رو بالا میذارم، حتما اون ویدیو رو ببینید تا متوجه این آدرس دهی ها بشین که حالا توی اون ویدیو من توضیح دادم که مثلا اگر که قرار باشه که اطلاعات این خونه از حافظه رو از حافظه PII بخونیم، بایستی مثلا آدرس دهیمون به صورت I02 باشه تا بتونیم اطلاعات این حافظه رو بخونیم، یا مثلا برای خونه مثلا ششم آدرس دهیمون به صورت I0.6 هست. پس الان مشخص شد که در واقع وایرینگ هایی که به سمت کارت ها میان و توی این قسمت قرار میگیرن در واقع هر کدومش معادل در واقع هر سیمی معادل کدوم کاناله و توی کدوم قسمت از حافظه قرار میگیره و توی برنامه نویسی هم ما بایستی آدرس ها رو در واقع به چه صورتی در واقع بنویسیم تا بتونیم اطلاعات در واقع اون کانال رو بخونیم و توی برنامه استفاده کنیم. خب اینجا من فقط گروه اول رو آورده بودم و گروه های بعدی هم به صورت حالا چون که توی بایت های بعدی قرار میگیرن، مثلا برای این گروه از آیه مثلا 1.0 شروع میشه و آخرینش هم آیه 1.7. برای بعدی از آیه 2.0 شروع میشه
و نهایتا برای گروه آخر، کانال آخر، آدرسش میشه I3.F که توی این خونه های متناظر با خودشون اطلاعاتشون ذخیره میشه و در واقع CPU اطلاعات رو از این خونه ها میخونه و توی برنامه استفاده میکنه. خب حالا نکته بعدی این هست که زمانی که ما چند تا کارت رو در کنار همدیگه استفاده میکنیم در واقع تکلیف چیه و اطلاعات کارت ها مثلا اینجور نباشه که همشون برن مثلا بخوان توی بایت شماره 0 ذخیره بشن و اطلاعات روی هم ریخته بشه و یه جورایی اطلاعات از دست بره. ببینید برای این موضوع با یک مفهومی رو به اسم استارت آدرس معرفی بکنیم. زمانی که ما توی نرم افزار کارت ها رو وارد محیط در واقع پیکربندی میکنیم و شروع به انجام تنظیمات میکنیم، یک پارامتری به کارت ها اختصاص داده میشه به اسم استارت آدرس و معنی و مفهومش اینه که زمانی که شما کارت رو در واقع روی رک میذارین، اطلاعات این کارت مشخص میشه که توی کدوم ناحیه از حافظه PII ذخیره بشه. ببینید الان مثلا ما کارت اول یک کارت 32 کانال رو روی رک قرار دادیم. خب چون که 32 کانال بوده و 4 تا بایت رو اشغال کرده و استارت آدرسش 0 بوده، بایت 0 1 2 3 رو اشغال کرده. کارت بعدی یک کارت 16 کاناله هست و استارت آدرسش 4 میشه. چرا 4؟ چون ببینید بایت 0 تا 3 اشغال شده. اوکی، و بایت بعدی که آزاده بایت 4 و نرم افزار به صورت به قولی پیش‌فرض میاد آدرس 4 رو پیشنهاد میکنه. خب چون که کارت 16 کانال هست و نیاز به 2 بایت حافظه داره، بایت 4 و 5 هم به این کارت اختصاص داده میشه. کارت بعدی هم مثلا یک کارت مجددا 16 کاناله هست با استارت آدرس 6 که میاد در واقع اطلاعات این کارت هم توی حافظه توی بایت 6 و 7 ذخیره میشه و ما بعد دیگه برای اینکه به صورت بتونیم توی برنامه در واقع از این حافظه ها و اطلاعات این کارت ها استفاده کنیم، بایستی از همون در واقع آدرس دهی بیتی که گفتم استفاده کنیم تا بتونیم اطلاعات در واقع این نواحی رو بخونیم و توی برنامه استفاده بکنیم. خب برای کارت‌های دیجیتال در واقع خروجی هم وضعیت مشابه با کارت‌های در واقع دیجیتال ورودی هست. جزئیاتش با این تفاوت که در واقع اطلاعاتی که به سمت کارت‌های دیجیتال خروجی میره از ناحیه PIQ میره، چرا که توی در واقع کارت‌های ورودی اطلاعات توی ناحیه PII ذخیره میشد. خب اینجا یک کارت 32 کاناله داریم مشابه همون 4 بایت رو اشغال میکنه. اگر که استارت آدرس این کارت در واقع 0 باشه، از بایت 0 تا بایت 3 متعلق به در واقع این کارت هست که ترتیب قرارگیری بایت ها هم در واقع مشابه با کارت های دیجیتال ورودی هست. خب مثلا این گروه اول هستن و اطلاعات از ناحیه PIQ خونده میشه و توی در واقع این کانالا در واقع به سمت این کانالا ارسال میشه. خب بایت بعدی در واقع میاد به سمت گروه دوم، بایت بعدی به سمت گروه سوم و نهایتا بایت آخر که بایت 3 هست به سمت گروه چهارم در واقع اطلاعاتش ارسال میشه. و اما در رابطه با جزئیات آدرس‌دهی هم بایستی مشابه با همون حافظه PII عمل بکنیم. ببینید گفتیم که نحوه آدرس‌دهی به صورت بیتی توی حافظه PIQ به صورت مثلا Q0.0 برای خونه صفرم از بایت صفرم هست، یا مثلا برای بایت سوم و خونه هفتم مثلا میشه Q3.7. خب این در واقع خونه هایی که اینجا قرار دارن اطلاعات داخلشون چه 0 باشه و چه 1 باشه به همون صورت در واقع به سمت کانالا ارسال میشن. حالا شما فرض کنید که مثلا یک رلی داریم که به کانال صفرم از این کارت کانکشن شده. برای اینکه ما بتونیم اون رله رو در واقع بوبینش رو تحریک بکنیم و ازش استفاده بکنیم، بایستی توی این حافظه مثلا Q00 توی برنامه مثلا مقدار 1 بریزیم. اون مقدار میاد داخل در واقع این خونه نوشته میشه و بعد از اینکه اجرای برنامه تموم میشه CPU این مقدار 1 رو به سمت کارت ارسال میکنه. کارت این دیتای 1 رو میگیره، تبدیلش میکنه به ولتاژ، توی کانال خروجیش قرار میده و منجر میشه که اون رله فعال بشه. خب در رابطه با گروه دوم هم آدرس ها به صورت در واقع همونجوری بیتی هست و چون که حالا این گروه بایت 0 رو اشغال کرده بود، گروه بعدی میشه بایت 1 و آدرس ها از Q1.0 شروع میشه و نهایتاً به Q1.7. برای گروه بعدی از Q20 تا Q27 و گروه بعدی از Q3.0 شروع میشه و نهایتاً به Q3.7 ختم میشه. خب حالا اگر که چند تا کارت مثلا دیجیتال خروجی کنار هم دیگه قرار بدیم، دوباره همون بحث استارت آدرس که توی برنامه بایستی تنظیمش بکنیم در واقع مطرح میشه. خب ببینید دو تا کارت مثلا 32 کاناله رو
کنار همدیگه قرار دادیم. کارت اول چون که استارت آدرسش 0 بوده، از بایت 0 اطلاعات تا بایت 3 به این کارت در واقع منتقل میشه. کارت بعدی آدرسش 4 هست که از بایت 4 تا بایت در واقع 7 به سمت این کارت ارسال میشه. خب یه نکته رو بگم، ببینید زمانی که ما دیتا شیت سی پی یو رو نگاه میکنیم، مثلا برای سی پی یو 314 کامپکت، خب نوشته که این ناحیه PII و PIQ به صورت قابل تنظیم هستن و به صورت پیش‌فرض 256 بایت از این حافظه توی ناحیه در واقع PII قرار دارن. خب حالا اگر که ما بیایم توی پیکربندی سخت افزارمون اینقدر مثلا کارت دیجیتال اوتپوت اضافه بکنیم که اون بایت هایی که اشغال میشن از 256 تا بیشتر بشن، اون موقع اتفاقی که میفته اینه که در واقع موقع کامپایل سخت افزار و در واقع این که نرم افزار چک میکنه که ما ببینه آیا ما اشتباهی توی کارمون انجام دادیم یا نه، اون موقع بهمون یک اروری میده و به ما میگه که مثلا شما حافظه PII محدود به 256 بایت بوده، ولی مثلا کارت آخری که اضافه کردی مثلا توی بایت مثلا 300 آدرسه شده. برای این کار ما بایستی توی نرم افزار این حافظه PII و PIQ رو از مقدار 256 بایت افزایش بدیم تا تمام کارت ها رو در واقع پشتیبانی بکنه، یا بهتر بگم تمام مثلا کارت ها رو پوشش بده. خب مورد بعدی کارت های ترکیبی هستن که به صورت ترکیبی از سیگنال های دیجیتال اینپوت و دیجیتال اوتپوت در واقع عرضه شدن. ببینید یه دونه مثلا چنین کارتی رو زمانی که توی نرم افزار مثلا توی نرم افزار تیا پورتال ما وارد کردیم، به همون استارت آدرس ها رو به این صورت پیشنهاد داده، گفته برای در واقع حافظه PII من بایت 4 رو پیشنهاد میدم و برای ناحیه PIQ بایت 2. اتفاقی که در واقع توی پشت صحنه اتفاق داره میفته اینه که اطلاعاتی که در واقع از این کارت خونده میشه توی حافظه PII، چون که استارت آدرسش 4 هست، توی بایت 4 و 5 ذخیره میشه. چرا بایت 4 و 5؟ چرا این 2 بایت؟ چون در واقع این کارتمون 16 کاناله بود و هر 8 کانالش در واقع یه بایتی رو اشغال میکنن. و برای ناحیه PIQ هم آدرس در واقع پیشنهادی رو، آدرس شروع رو 2 داده که اطلاعات کارتمون در واقع از حافظه بایت 2 و بایت 3 خونده میشه و به سمت کارت ارسال میشه. خب تا اینجا ویدیو در رابطه با انواع کارت‌های در واقع دیجیتال سری 300 صحبت کردیم و جزئیات آدرس‌ای اونا رو هم خدمتتون گفتیم که توی برنامه ما بایستی به چه صورتی از این در واقع آدرس‌ها استفاده کنیم تا بتونیم یه برنامه برای PLC پیاده‌سازی بکنیم. خب در ادامه ویدیو می‌خوایم یکی دو مدل از این کارت‌ها رو به صورت عملی توی کارگاه در واقع روی رک ببندیم تا هم با نحوه مونتاژ این کارت‌ها آشنا بشیم و هم در واقع با تجهیزات دیگه‌ای مثل فرانت کانکتور و بک پلین کانکتور به صورت در واقع عملی آشنا بشیم و در واقع فایده این تجهیزات رو هم خدمتتون بگیم.